آخوند رافضی الله متعال را مرید و مقلد فاطمه می داند. از خود خدا تا کوچکترین ذره عالم مرید فاطمه بودن. از خود خدا تا کوچکترین ذره عالم مرید فاطمه بودن. محو فاطمه بودن. محو فاطمه بودن. مقلد فاطمه بودن. مقلد فاطمه بودن. دوستدار فاطمه بودن. خدا اونقدر محو فاطمه بود که ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. خدا اونقدر محو فاطمه بود که ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن. به جرأت می توان گفت در هیچ دین و مذهبی به اندازه دین باطل رافضه در حق ذات الهی جسارت روا داشته نشده است. اما گویا افسار گسیختگی این آخوندهای دین فروش را پایانی نیست و گویا قبل از لب به سخن گشودن موادی مصرف می کنند که عقل و خرد آنها را می رو باید و چون دیوانگان هر خزعبلاتی از دهانشان بیرون آید در مقابل دوربین می گویند و گویی بینندگان را گوسفندانی بی عقل و خرد تصور می کنند. آیا الله تعالی مقلد فاطمه رضی الله عنها است؟ آیا ذات بزرگ الهی در فاطمه رضی الله عنها محو گشته است؟ آیا کفری بالاتر از این دیده اید؟ می گوید خدا مقلد فاطمه است. الله عزوجل در چه چیزی از فاطمه تقلید می کند؟ آیا این گونه نیست که هر خردمندی می داند که درجه و مقام مقلد از درجه و مقام کسی که از او تقلید می کند پایین تر است؟ بنابر قول این آخوند فاطمه رضی الله عنها مقامی بالاتر از الوهیت دارد که حتی الله متعال مقلد اوست. ما لكم لا ترجون لله وقارا. شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قایل نیستید؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک باره در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک وی می گردانند برتر است.